یک شهر کوچیک در قلب تگزاس، جایی که همه همدیگر رو میشناسن و زندگی به ظاهر آروم جریان داره. اما در دل همین آرامش سرنوشت جوانی به نام بلین میلام مسیری تاریک و غیر قابل باور رو دنبال میکنه. اون تازه پا به 20 سالگی گذاشته بود. چهره عادی اما درونش پر از وسوسه ها و توهماتی بود که ادعای خودش این بود که هیچ کنترلی روشون نداشت. روزی رسید که این کابوس ها از ذهنش فراتر رفتن و به واقعیت تبدیل شدن. اتفاقی که نه تنها خانواده ها بلکه کل جامعه هندرسون رو در شوک فرو برد. پرونده ای که خیلی ها گفتن این دیگه یک جرم ساده نیست. این یک تراژدی ماوراییه و نام پشت این فاجعه کسی نبود جز بلین میلام. بلین میلام در سال 1990 در شهر هندرسون ایالت تگزاس آمریکا به دنیا آمد. شهری با جمعیت محدود، جایی که همه از زندگی هم خبر داشتن. اما درست در همین محیط کوچیک و بظاهر صمیمی بذر یک تراژدی کاشته شد. دوران کودکی بلین چیزی نبود که از بیرون عجیب به نظر برسه. خانواده‌اش مثل یکی از خانواده‌های تگزاسی با چالش‌های مالی و مشکلات روزمره دست و پنجه نرم می‌کردند. اما اطرافیان بعدها گفتن که بلین همیشه یک سایه تاریک اطراف خودش داشت. در مدرسه چندان موفق نبود. نه استعداد خاصی از خودش نشون میداد و نه علاقه‌ای به ادامه تحصیل داشت. به جای اون وقت زیادی رو در اطراف شهر و گاهی در اینترنت میگذروند. بلین از همون نوجوانی نشون میداد که مرز بین واقعیت و خیال براش چندان واضح نیست. بعضی وقتا درباره صداهایی صحبت میکرد که به گفته خودش توی ذهنش میشنید. خیلیا این رو نادیده گرفتن و فکر کردن صرفاً یه جور خیال پردازی یا شوخی نوجوانانه است. اما این نشونه ها بعدها معنای متفاوتی پیدا کردند. با بزرگتر شدن بلین بیشتر منزوی شد. روابطش با خانواده و دوستانش سردتر شد. به جای اینکه دنبال کار یا آینده باشه بیشتر وقتش رو در خلوت خودش گذروند و همین تنهایی زمینه حاصل خیزی شد برای افکاری که روزی به فاجعه ختم شدند. اگر تا اینجای داستان براتون جالب بوده همین الان دکمه لایک رو بزنید. این کمک میکنه آدم‌های بیشتری بتونن این پرونده عجیب رو ببینن. سالهای پایانی نوجوانی بلین پر بود از نشونه‌هایی که بعدها همه گفتن ما باید زودتر میفهمیدیم. اون اغلب درباره نیروهای ماورایی و صداهایی صحبت میکرد که بهش دستور میدادند. در دفترچه‌های شخصیش نوشته‌هایی پیدا شد که پر بودن از کلمات پراکنده، خطوط بی‌معنا و جملاتی درباره جنگ با اهریمن. دوستانش گفتن که گاهی نیمه شب با اون تماس می‌گرفتن و بلین در حالت عجیب درباره مأموریتی که باید انجام بده صحبت می‌کرد. از سوی دیگه اون درگیر رابطه ای شد که به جای کمک به ثبات روحیش وضعیتش رو بدتر کرد. شریک زندگی بلین خود گرفتار مشکلات روانی و اعتقادات عجیب بود. این دو نفر به جای اینکه همدیگر رو آروم کنن انگار آتیشی بودن که شعله‌های همدیگر رو بیشتر می‌کردن و یه جورایی بنزین بودن برای همدیگه. جامعه اطراف این رفتارها رو به حساب عجیب بودن گذاشت و کسی عمیق‌تر پیگیر نشد. اما این دقیقاً همون اشتباه بزرگ بود. ندیدن هشدارها قبل از انفجار فاجعه. روز حادثه در دسامبر 2008 همه چیز برای اطرافیان عادی به نظر می رسید. اما داخل اون خونه کوچیک در هندرسون داستانی وحشتناک در حال شکل گرفتن بود. بلین و نامزدش به ادعای خودشون تحت صداهایی بودن که اونها را مجبور به اعمالی عجیب میکرد. اونها باور داشتن که باید با این کار از یک نیروی اهریمنی جلوگیری کنند.
اما واقعیت این بود که اعتقادات و توهمات به یک جنایت تکان دهنده منجر شد. همسایه ها بعدها گفتن که صداهای غیرعادی و فریادهایی شنیدند. صبح روز بعد وقتی پلیس به خانه رسید با صحنه‌ای مواجه شد که هیچ کس در اون شهر کوچیک فراموش نکرد. نتیجه اون شب مرگ تراژیک یک کودک کوچک بود. قربانی معصومی که به خاطر باورهای خطرناک و توهمات بیمارگونه بلین و نامزدش جان خودش رو از دست داد. پلیس خیلی سریع وارد عمل شد. بلین میلام دستگیر شد و خبر در عرض چند ساعت به همه هندرسون رسید. اون شهر کوچک در شوک فرو رفت. مردم میگفتن ما هرگز فکر نمی کردیم چنین چیزی در اینجا اتفاق بیفته. برای جامعه‌ای که بیشتر درگیر مشکلات روزمره و روابط خانوادگی بود، این خبر مثل زلزله بود. رسانه ها هم به سرعت پرونده رو پوشش دادن. روزنامه ها و شبکه های تلویزیونی ملی این سوال رو مطرح کردند: چطور ممکنه یک جوان عادی در یک شهر کوچیک و آروم دست به چنین جنایتی بزنه؟ در محله‌ای که همه چیز درباره اعتماد و شناخت بود، حالا همه به همدیگه با تردید نگاه می‌کردن. این پرونده نه تنها خانواده ای رو نابود کرد، بلکه امنیت روانی یک شهر کامل رو زیر سوال برد. اگه دوست دارین درباره پرونده جنجالی دیگه هم بدونین و هیچ کدوم رو از دست ندین، همین الان کانال رو سابسکرایب کنید. این کمک میکنه همیشه اولین نفری باشین که ویدیوهای جدید رو میبینید. محاکمه بلین میلام یکی از جنجالی ترین دادگاه‌های تاریخ تگزاس شد. وکلای مدافع تلاش میکردن نشون بدن که اون دچار مشکلات روانی شدید شده. اونا میگفتن بلین تحت تاثیر توهم‌ها و صداهایی بودی که کنترلی روشون نداشته. اما دادستان پرونده رو متفاوت میدید. اونها با تکیه شواهد و اعترافات نشون دادن که این جنایت نه یک لحظه جنون ناگهانی، بلکه حاصل یک روند طولانی از باورهای خطرناک و تصمیمات غلط بوده. قاضی در نهایت گفت این جنایت نه تنها فجیع، بلکه نمادی از سقوط انسانی. وقتی عقل و مسئولیت پذیری کنار گذاشته بشه، نهایت همین میشه: اعدام. تصمیمی که بحث‌های زیادی در جامعه به راه انداخت. بعضی‌ها گفتن عدالت اجرا شد. بعضی‌ها باور داشتن که بلین بیشتر نیازمند درمان بود تا مجازات. پرونده بلین فراتر از یک جنایت ساده بود. کارشناسان روانشناسی و جامعه شناسی چند نکته رو برجسته کردند. اولیش توهم و بیماری روانی. بلین سالها نشونه‌هایی از اختلالات روانی نشون داده بود، اما هیچ وقت جدی گرفته نشد. شماره 2: تأثیر روابط ناسالم. همراهی اون با فردی که خودش هم مشکلات مشابه داشت به جای درمان. اینا مثل دو آینه شکسته بود که فقط شکستگی ها رو بیشتر میکرد. 3. بی‌توجهی جامعه. اطرافیان، معلمان و حتی خانواده بارها رفتارهای عجیب بلین رو دیدن، اما واکنش جدی نشون ندادن. رسانه ها و باورهای خرافی. شماره 4: علاقه اون به موضوعات ماورایی و برداشت‌های غلط سوختی شد برای افکار تاریکش. این ترکیب مثل معجونی خطرناک به یک فاجعه ختم شد. فاجعه ها همیشه در دل شهرهای بزرگ و پرهیاهو اتفاق نمیافتند. گاهی در یک خانواده کوچیک یا در یک خانه کوچیک در یک شهر آرام کنار آدم‌هایی که فکر می‌کنیم عادی‌اند. این یک تراژدی در حال شکل‌گیریه. خانواده ها باید تغییرات فرزندانشون رو جدی بگیرن. مدارس و معلمان باید حساس‌تر باشن و دولت‌ها باید سلامت روان رو به اندازه امنیت فیزیکی جدی بگیرن. حالا نوبت شماست.
به نظر شما بلی میلام قربانی بیماری روانی بود یا یک مجرم تمام عیار؟ فکر میکنید حکم اعدام در این پرونده چی بود؟ یا باید راه دیگه انتخاب میشد؟ کدومش؟ حتما نظرتون رو داخل بخش کامنت ها بنویسید. من همه کامنت ها رو میخونم. خیلی ممنون که این ویدیو رو تا انتها مشاهده کردید. تا یه ویدیوی دیگه، خدا نگهدار.